همه چی بگاه رفته. بابا به تجاوز کرده، زندگی تلخی داشته باشه، از اون خنده داره. به شما زنگ بزنن و با روانشناس رایگان صحبت بکنید. که می‌خواسته بمیره فهمیده بودن. تو یکی از ویدیوهای دیگه قرار مشکلات شما رو بررسی کنیم و ببینیم چه راهکاری براش داریم با نظرهای خود شما. بچه‌ها یکی از دوستان سنشون نگفتم، اما نوشته دوستم حدوداً سال پیش بود که تو ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرد. البته سرمایه گذاریش هم مقدارش رو برای ما ننوشته، اما نوشته وقتی کل سرمایه‌اش به صفر رسید احساس کرد هیچ چیزی واسه ادامه دادن زندگی نداره و خودکشی کرد. حتی به منم نگفته بود که این اتفاق براش افتاده. وقتی من بعدا رفتم نامه که کنار خودش گذاشته بود از خانواده‌اش گرفتم و اون رو خوندم، متوجه این موضوع شدم. خب تا اونجا که میتونستم و زمان ویدیو اجازه میداد پیام‌های جالب شما رو خوندم. بچه‌ها چاپچاپی یه جمله داره که میگه زندگی از دور شبیه کمدیه و از نزدیک تراژدی. حالا یعنی چی؟ ساده سازیش چی میشه؟ میگه زندگی از نزدیک تلخ شاید باشه. شاید الان تو که بابات به تجاوز کرده زندگی تلخی داشته باشه، ولی از دور خنده داره. البته از دورم خیلی خنده‌دار نیست. نمیدونم چرا این مثال زدم. ببین یه مثال دیگه بزنم. دو تا مورچه که دارن با هم دعوا میکنن، حس اون مورچه از نزدیک خیلی تلخه، ولی شما از دور نگاه میکنید، به عنوان یه انسان به اون نگاه میکنید، خنده‌تون میگیره که دو تا مورچه به خاطر دو تا دونه با هم دعوا کردن. بچه‌ها مریم میرزاخانی حتما میشناسید، اگر نمیشناسید که دیگه ایرانی نیستید. موقعی که می‌خواسته بمیره فهمیده بود، یعنی پزشک گفته بودن که شما مثلا 2 روز دیگه میمیرید. شروع می‌کنه یه نامه‌ای نوشتن برای دخترش. به نظرم این نامه خیلی میتونه کمکمون بکنه که خودکشی کنیم، خودکشی نکنیم و حتی معنایی به زندگیمون بده. بریم یه خود از این نامه رو ببینیم. Don't you expect the world to ask how you're doing? It never asks if you're downhearted or overjoyed, if you feel lethargic or full of energy. You never hear it ask if you're striving or feel like a failure. So stand up and keep moving forward. Life is short and opportunities are limited. You don't strive to make the most of life and you'll miss the train ride. Coming to terms with impending death, I'm reviewing and reconciling my life before I die in my hospital bed. I think I've not much regret and I've fulfilled my life. شما چند تا کتاب و فیلم معرفی کرده در مورد خودکشی که اونو بهتون میگم آخر ویدیو، و یه شماره هم دادید که گفتید که اینو کشور ایران گذاشته برای کسایی که میخواد خودکشی کنن و حال روحی خیلی بدی دارن، به این شماره زنگ بزنن و با روانشناسا رایگان صحبت بکنن تا حالشون بهتر بشه. اما اوضاعتون خیلی خیلی خرابه، پیشنهاد میکنم به روانشناس خیلی خوب مراجعه بکنید. حتی اگر شهرستانی دو به روانشناس خوب دسترسی ندارید یا اون روانشناسای شهرتون خیلی خوب نیستن. حالا خلاصه برید تو برنامه اسنپ قسمت پزشک روانشناس رو انتخاب بکنید و با کسایی که بیشترین تجربه رو داشتن، هزینه‌اش هم خیلی خیلی بالا نیست نسبت به خیلی از کلینیک‌های تهران و حتی شهرستان‌ها، میتونید به این زنگ بزنید و با روانشناس دکتر حرف بزنید. زورمون میاد برای روانشناس پول بدیم، اما برای پزشک میدیم. چطور وقتی سرطان داریم میلیون‌ها هزینه می‌کنیم، اما اگه یه قده افسردگی تو وجودمون هست حاضر نیستیم براش خرج کنیم و انقدر طول میدیم تا این قده زیادتر و زیادتر بشه و متاسفانه به خودکشی منجر بشه. خیلی از روانشناسا میگن انسان زمانی خودکشی میکنه و حتی انسان تو پیری زمانی میمیره که هیچ معنایی برای زندگیش پیدا نمیکنه تو اون لحظه. یعنی وقتی معنای زندگیش تموم میشه به خودکشی فکر میکنه یا حتی میمیره. بریم سراغ کتابایی که شما معرفی کردید. کتابخانه نیمه شب که خودم خوندم و بد نیست، پیشنهاد میکنم. یکی دوستان گفته بود که زندگی براش هیچ معنایی نداشته و کتاب انسان در جستجوی معنا رو خونده و الان تقریبا به 95% سوالش پاسخ داده شده. همه چی بگاه رفته. الان نمیگم. و هنر رندانه به تخم گرفتن. این کتابای خوبی اسمشو خیلی شنیدم و خیلی الان داره معروف میشه. اینا رو هم بخونید. خودم نخوندم، حتما بعدا میخونم و نظرمو بهتون میگم. سریال 13 اینم همون شماره‌ای که بهتون گفتم که میتونید زنگ بزنید و تجربه‌تون رو حتما به من بگید. بچه‌ها خودتون اگه میخواید خودکشی کنید و واقعا واسه مالی ندارید، میتونید تو تلگرام به من پیام بدید. من هر وقت که فرصت بکنم جوابتون رو میدم و سعی میکنم کمکتون بکنم. بریم سراغ جواب سوالی که اول ویدیو ازتون پرسیدم. قرار شد خودتون بهش فکر بکنید و الان ببینید که درست حد زدید یا نه. اگه درست حد زدید بگید، اگه غلط حد زدید که الان روتون نمیشه بگید، ولی اگه تونستید بگید که غلط حد زدید. بچه‌ها مرد و زن‌ها همونطور که میدونید هر دو تصمیم خودکشی رو میگیرن، اما زن‌ها بیشتر تصمیم خودکشی میگیرن و تصمیمشون رو اجرا میکنن، اما معمولا ناموفقه. برای همین در نهایت مردها بیشتر از خودکشی کشته میشن، اما زنها بیشتر تصمیم خودکشی رو میگیرن، اما معمولا نسبت به مردها بیشتر خودکشی های ناموفقی دارن. اگر از این سبک ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و منو حمایت کنید که ویدیوی بیشتری تو این سبک بسازم. خدا رو به شما بزرگ. بچه‌ها تو این ویدیو در مورد خودکشی افراد خیلی خیلی معروف حرف زدم، مثل امینم که می‌خواسته خودکشی کنه ولی نشده و افرادی که خیلی خیلی معروف بودن و بازیگر بودن و خودکشی کردن. این ویدیو میتونید ببینید.